مجاهره چیست؟ مجاهره انسانی را میگویند که گناه میکند و آن را در مظهر عام آشکار میکند. آیا این حالت را میدانید؟ این یکی از عادتهای معمول ترین در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است: کل امتی معافى الا المجاهرین. هر نفر از امت من، هر شخص، هر مسلمان در روز قیامت نجات می‌یابد مگر از یک گروه، آنهایی که گناهشان را در مظهر عام آشکار می‌کنند. و بعد او شرح می‌دهد: و این من المجاهره ان يعمل عبدا بالليل عملا ثم يصبح فقد سطر الله عليه فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. و میگوید معنای مجاهره این است که شخص در شب گناه میکند و الله قادر با رحمت و مغفرت خود گناه او را میپوشاند و او را رسوا نمیکند. اما وقتی فردا صبح میشود او به آدمان میگوید: ای مردم، میدونید چی؟ من شب گذشته این و آن کار را کردم و الله قادر آن گناه را پوشاند. اما او بیدار می شود و پرده الله را پاره می کند. این است مجاهره. ببینید برادران و خواهران عزیز، گوش کردن موسیقی خود گناه است، اما در فیسبوک به آدمان گفتن آن که من فلان موسیقی را گوش کرده ایستادم و شما هم می توانید گوش کنید، این مجاهره است و آن گناه را به زینه جنایتکاری می برد نزد الله. یا اینکه به کلوب رفتن این خود گناه است، اما پست کردن عکس ها در اینستاگرام با شیشه ها و دختران و دیگرش آن گناه را نزد الله به زینه دیگر میبرد، چون که آن مجاهره است. خواهر عزیز، شاید شما با حجاب خود در اذیت باشید یا شاید از خانه برآمدن به خوشبویی و آرایش برایتان مشکل باشد. به الله توبه کنید و آن را مخفی نگه دارید، اما صورتهای خود را پهن نکنید. مجاهره گناه خرد را بزرگ میکند و مجاهره اگر شخص بر آن پافشاری کند شاید که آن به کفر و باور نکردن به الله برد. چرا؟ برای آن که مجاهر چیکار میکند؟ ولی اصلا گفته ایستاده است که یا الله این امرهای تو است، من آنها را ویران کردم و پروانه دارم و این چنین به دنیا نشان میدهم که من تو را نافرمانی کردم. این است چیزی که مجاهر میکند و این خیلی خطرناک است. اگر شما گرفتار گناه شدید، چی سیگار کشی باشد، چی شیشه، موسیقی، پورنوگرافی، زن یا کوتاهی در لباس اسلامی، چی گناهی که من و شما شاید به آن آلوده شدیم، آن را پوشانید برادران و خواهران من و برای آن گریه کنید و آن را در محضر عام آشکار نسازید. امام الحاکم در مستدرکش می فرماید از ابن عمر روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن علم بشيء منها فليستتر بسترة الله وليتوب الى الله. او می گوید از گناهان افلاس که الله متعال منع کرده است دوری جویید و هر نفری که در یگان گناه آلوده شود چی باید کند؟ او گفت بگذار آن را بپوشاند با پرده الله، بگذار خود را با پوشش الله بپوشاند و به خالق خود توبه کند. خود را پوشانید و برای گناهانی کرده اتون اشک ریزید و آن را در مظهر عام آشکار نکنید. ما و شما هیچگاه عکس خود را در حاجت خانه نمیگیریم وقتی که قضای حاجت میکنیم، چون که آن افلاس و شرم‌آور است. قسم به الله برادران و خواهران من، نافرمانی خالق خود این افلاستر و شرمنده تر است. پس چرا آن عکس ها را پهن میکنید؟ آیا ما چنان بیمار یا نافهم شده ایم که افلاسی را همچون پاکیزگی میبینیم و پاکیزگی را همچون افلاسی؟ نه، ما باید خود را پوشانیم. آیا معیز را در خاطر دارید؟ آن صحابه بزرگ را الله از او راضی باد، اما او زنا کرد و او نزد پیامبر علیه السلام آمد و گفت: اینی زنیت یا رسول الله، من زنا کردم ای پیامبر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کردند؟ او را زنید، او را سنگسار کنید، او را بکشید، او را بزنید، چگونه که امروز ما مسلمان ها را نشان میدهند مثل خونخوار. او چی کرد؟ او رویش را گرداند. بینید او نمیخواست به این مسئله گوش شود.
این مثل اون است که او گفته ایستاده است برو به الله توبه کن، به من عاید این گناهت نگو، چون که اگر تو عاید گناه خود اقرار شوی من اکنون باید قرار بگیرم. تنها بعد آنه که مرد اقرار شد و عاید گناه کرده اش 4 مراتب پی هم شهادت داد، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ابی که جنون، آیا تو دیوانه ای؟ امیدوارم که تو دیوانه ای، چون که اگر دیوانه باشی ما با تو کار نمیگیریم. او گفت من دیوانه نیستم، من عیناً کاری کردم رو میدونم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به او سوال دوم را داد تا او را خلاص کند. هل احسنت، آیا پیش عائله دار بودی؟ بله من پیش عائله دار بودم، گفت او. در دیگر روایت ها آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم استنکه، از صحابگان خواست تا نفس او را بوی کشند، شاید شراب نوشیده باشد، چون که شاید در وقتی مستی که به هوش نبود آن گناه را کرده است، تا او را رها کنند، چون وقتی او گناه را کرده بود به خود نبود. آنها نفس او را بوی کشیدند، هیچ بوی از شراب نبود. بعد از این همه پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرد تا به او حکمش را صادر کنند. در دیگر روایت ها این مرد نزد ابوبکر صدیق رفت و گفت ای ابوبکر من زنا کردم. ابوبکر چی گفت؟ توب الی الله تعالی و ستر بستر الله، به الله توبه بکن و با پرده الله خود را بپوشان. اما قانع نگشت و نزد عمر ابن خطاب رفت و گفت ای عمر من زنا کردم. او گفت به الله توبه بکن و با پرده الله خود را بپوشان. در اصل حتی آن روایت اولیه که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به او همین سخنها را گفتند، به الله توبه بکن برو و خود را با پرده الله بپوشان. اما او میخواست که حکم بالای او روا گردد، چون او نمیخواست تا الله را با گناه کرده اش بیند. او میخواست داند که با برگشت به سوی الله وفات کرد. گناهانتان را پوشانید و آن را به آدمان نگویید و بفهمید که آن خیلی افلاس‌تر و پلیدتر از نجاست است. گرچند شما در رسمها خیلی زیبا آمده باشید هم شیطان است که در چشمان شما آن را زیبا نشان می‌دهد. این زشت است، چون که غضب الله را می‌آورد. گناهایتان را پوشانید و آن را آشکار نسازید.